سرخط مهمترین خبرها. پوتین و رحمان درباره افزایش تجارت و وضع افغانستان صحبت کردند. همسر دلیر امامعلی با او در بازداشتگاه واخورده است و طرح نوی کنستیتوسیون ازبکستان بحث ها را در قرقلپاکستان به بار آورد. درود بیننده عزیز، روزتان بخیر باشد. خوشحالم که با خبرهای آخرین در خدمت شما هستیم. بنا به اطلاع رسمی، رهبران تاجیکستان و روسیه در دوشنبه واخورده از تقریباً 50% افزودن تجارت در 5 ماه اخیر گفتند، اما شرح ندادند که آن چگونه به دست آمد. قسم بیشتر این دوره به زمان حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های غرب علیه مسکو راست می‌آید. در ملاقات وضعیت افغانستان و حفظ سرحد تاجیکستان به آن کشور نیز بررسی شده است. خبر الترناتیوی از ملاقات ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان دسترس نیست. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید جانب‌ها همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری را بررسی کردند. بر رشد وضعیت در افغانستان و وضع در مرز تاجیکستان و افغانستان توجه خاص ظاهر شد. افزوده است منبع. پوتین گفته است مسئله های زیادی هست که باید درباره‌اش گپ زنند. نه جانب روسیه و نه جانب تاجیکستان این مسئله ها را ذکر نکردند. رئیس جمهور روسیه در سفر نخستینش از زمان حمله مسکو به اوکراین به گاه 28 ایان به تاجیکستان آمد. یک مشاور پرزیدنت اوکراین در آستانه این سفر به تاجیکستان هشدار داد که به فریب تحریم های غرب به مسکو یاری نکنند. دلیر امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک در بازداشتگاه با پیوندانش واخورده است. این بلاگر تاجیک روز 15 ایون از سوی مأموران دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت و به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و پیروی از سازمان‌های ممنوع گمان بر است. مقامات بیشتر از یک هفته این بلاگر را به نزدیکانش نشان ندادند. پیوندان دلیر امامعلی و رادیو آزادی گفتند روز شنبه 25 ایون همسر این بلاگر شناخته با او در بازداشتگاه موقت شهری دوشنبه واخورده است. با گفته نزدیکان دلیر امامعلی این دیدار 10 تا 15 دقیقه دوام کرد. نزدیکانش با اینکه احوال دلیر خوب است دیگر درباره جزئیات این واخوری چیزی نگفتند. در همین حال مقامات تا حال با پیوندان عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری دیگری تاجیک که همراه با دلیر امامعلی بازداشت شد اجازه واخوری ندادند. عبدالله غربتی را به حمله به کارمندان پلیس گمان بر می‌کنند، ولی خودی او این اتهام را رد کرده است. با گذشت 2 هفته از بازداشت این دو روزنامه‌نگار شناخته، مقامات هیچ شرحی رسمی نمی‌دهند. به پرونده دلیر امامعلی مهر مخفی زدند و وکیل مدافع هم گفت حق صحبت درباره جزئیات پرونده را ندارد. بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی که همراه برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند، واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج کشور به میان آورد. چند سازمان حامی حقوق بشر از مقامات خواستند اتهام علیه این دو بلاگر را بیکار کرده آنها را آزاد نمایند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. در پی آمدن سیل راه اساسی دوردست‌ترین دهه در ناحیه دیوشتیج چند روز بند مانده و ساکنان و کشاورزانش خسارات مالی دیدند. روز 20 ایون آفت طبیعی به چند دهه جماعت وحدت این ناحیه ضرر رسانید و باشندگان دهه متک را که از آسیب پذیرترین دهه در این منطقه دانسته میشوند در تشویش گذاشت. بعد این حادثه همکارم فرزان محمدی به آن منطقه رفت و درباره پیامد آن گزارش تهیه کرد. راه ناهموار و دشوارگذر در دوری 70 کیلومتر دهه متک را با مرکز ناحیه دیوشتیج می‌پیوندد. در کمترین آفت طبیعی به گفته ساکنانش این دهه اول ضرر می‌بیند و راه و پل‌هایش خراب می‌شود. با گذشت 1 هفته از آمدن سیل هنوز هم از فراز کوه به دهه لایابه جاری می‌گردد و باشندگان اینجا را به ترس و بیم می‌اندازد. همین خوش معلوم که همین سیل بیایی کلون شود دیگر مردم در خجالت میموند. تا گیام نمونیم جایی که در لیب سای هیان میترسند، این هم خیش تبور میگریزند. اینای ما جای سیل فروش بسیار. به گفته باشندگان این ده هر سال بیدادگری های طبیعت آنها را در تشویش میگذارد و زحمت کشت و کارشان را برباد میدهد. بر اثر سیل فراری روز 20 ایون تقریبا 4 هکتار کشت و کار دهقانان را آب شسته است. این ما مثال ما همین طرف فرو اومد. من خودش معلوم کو ماست گذشتگینده. همین خیلی اومد اینجا به ضرر کرد. چند تا همین زمین رو ضرر کرده بود.
مردم از بس که روز زندگیش از پشت همینا مجبور شد شب شب نگفت روز نگفت با از دیگه مهنت کرد با از دیگه عبود کرد. ولی سیل بیشتر بر راه‌ها ضرر رسانده است. دو روز سه روز ماند شد. یک دو تا ماشینی که پرس میکشاند خمی بلندی بلومد خیلی چپا شد واسه با من همین خیلی رفته خلقو خیلی یادم کرد شدیم همین خیلی بسیار عذاب کشیدیم ده راه براسول رفت اومدیم ما با من خیلی من به قریبی خدا یک تراکتوری و اکسکاواتور دادند ولوا راستی که همون من علاقه یاری رسان کرده راه شد آمد. دهه متک حدودی 5000 نفر ساکن دارد و از آسیب پذیرترین منطقه در ناحیه دوشتیچ است. باشندگان اینجا بنابر کم بودن جای زیست منزل‌هایشان را اساساً در دامن کوه‌ها ساختند و مقامات بارها کوشش کش دادن اهالی به دیگر منطقه‌ها را کرده است. ولی ساکنان میگویند به سبب پستی شرایط اقتصادی امکان بنیاد منزل را ندارند. ناحیه دوشتیچ اساساً در بین کوه و دره جایگیر شده در 300 کیلومتری پایتخت قرار دارد. در پی باران سخت هفته گذشته به 3 دهه ناحیه دوشتیچ سیل آمده و راه و گذرگاه‌ها را خراب کرده است. مسئولان اداره حالتهای فوق‌العاده میگن حالا پی برطرف سازی عاقبت‌های آن هستند ولی حساب عمومی خسارات تا حال معلوم نشده است. طرح قانون درباره وارد کردن تغییر و الهه‌ها به کنستیتوسیون ازبکستان که روز 26 ایان به محاکمه عموم گذاشته شد میان ساکنان قره‌قلپاقستان بحث‌هایی را به وجود آورده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی از قره‌قلپاقستان را از طرح نوی کنستیتوسیون خارج کردن مفهوم استقلال جمهوری قره‌قلپاقستان و عباره حق مردم جمهوری برای جداشوی در اساس رای‌پرسی نگران کرده است. با یک صفحه تلگرام که تحت نام کنستیتوسیون قره‌قلپاقستان روز 26 ایون تأسیس شده است، یکباره 100,000 کاربر آبونه شدند. این آبونه‌چی‌ها به اعتراض دعوت دارند. صبح 27 ایون دسترسی به اینترنت در شهر نقوس مرکز مأموری قره‌قلپاقستان محدود شده است. در کنستیتوسیون عمل کننده ازبکستان قره‌قلپاقستان همچون جمهوری مختار نشان داده شده است که استقلالش از سوی ازبکستان محافظت می شود. به علاوه طبق کنستیتوسیون عمل کننده قره‌قلپاقستان حق دارد از هیئت ازبکستان خارج شود. در متن نوی کنستیتوسیون پیشنهاد دارند که قره‌قلپاقستان از این حق محروم گردد. بخش یک روزه تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 29 ایون را فرا می‌گیرد. 29 ایون سال 2017 مقامات تفتیشاتی در ناحیه واسع در رابطه به مرگ رجب بیخورشید 18 ساله عروس 40 روزه پرونده جنایی باز کردند. سرنوشت عروسی که شوهرش در پاکدامنی او شبهه کرد جامعه تاجیکستان را تکان داد. اوگوست سال 2017 ظفر پیرف برای به خودکشی رسانیدن همسر جوانش به 7 سال زندان محکوم گردید. 29 ایون سال 2005 سازمان ملل متحد و حکومت تاجیکستان برای مبارزه با فقر برنامه مشترک تهیه کردند که برای کاهش سطح فقر حدود 360 میلیون دلار اختصاص می‌دهد. در 13-14 سال بعد مقامات گفتند سطح فقر از 86% تا 30% پایین آورده شد. 29 ایون سال 2017 رهبری سازمان جمعیتی زن و زمین محبت محمدعلی و جایزه‌دار سازمان ملل اکواتور 2012 گردید. محبت محمدعلی و توانست از راه مساعدت به زنان در ولایت ختلان بیش از 60 شرکت دهقانی بانوان تاجیک را تأسیس داده 1200 زن را صاحب کار کند. قرب دلار آمریکایی و هم روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه شبانه روز گذشته باز هم بی تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی 177 سامانه ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد و 970 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 29 ایون چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و azadi.mobi پیدا کنید. تشکر که با ما هستید.